فیلم دیدید تمام شد و رفت، ولی عوامل میدونن ما چه کشیدیم. ما در یک محیط بسیار گرم، هوای سوزنده، موقع گندم درو بود در خوزستان، برج 1 و 2 یعنی گندم درو میکنن، یعنی اونجا تخم مرغ آبپز میشه دیگه. واقعا ما اونجا کار کردیم و گذشته از اینا یه محیطی بود عقرب خیز و من هیچ وقت یادم نمیره خانم شاه حسینی رو عقرب زد سر کار، نه یکی بلکه 2 تا، پا شکست. اینا رو بیننده نمیبینه، واقعا قابل تقدیره تو اون شرایط. زنبور هم بود. حالا آقای وسیله من زده واقعا میگم بهتون حتما توی ایتان یا آقا سیزدان معتقدم اگه این فیلم خوب دیده بشه قطعا شما خیلی بیشتر از این توی سینمای ما حتما حضور خواهید داشت. بازی درخشانتون.